آگوست سال 2021 وقتی طالبان به سر قدرت آمدند، فیروزه امیری یکی از هزارها ساکن افغانستان بود که همراه با پسر 7 سالش این کشور را ترک کرد. امیری میگوید وقتی ینور سال 2022 به ایالت ماساچوست شهر نورسبورو رسید، اصلا نمیدانست که جامعه محلی او را گرم پذیرایی خواهند کرد. وقتا همراه یک تیم ما معرفی شدم که اینا یک تیم خانما هستن. البته از هر نگاه مرا کاری کردن. به امیری گروه با نام یاوران محله کمک کرد که در نزد یک کلیسای نورسبورو عمل می کند. ما با اهل جامعه‌مان هم صحبت شدیم و دوستانمان را جلب کردیم و همین گونه مردم زیادی از نورسبورو آماده کمک شد. همین گروه به امیری و پسرش کمک کرد که خانه برای زندگی، مکتب برای تحصیل پسرش، مکتب رانندگی و هم جای آموزش زبان پیدا کند. برخی فیروزه را مختصر راز می‌نامند. Rose started to take English lessons, individual English lessons with روز درس انگلیسی میگیرد. با 2 زن از تیم ما درس‌های خصوصی انگلیسی میخواند. هفته 2 بار. یکی یک روز و دیگر روزی دیگر آمده به روز درس انگلیسی میدهند. یک نفر دیگر در پیدا کردن کار به او کمک کرده است. اولین جای کاری فیروزه امیری فروشگاه میسیز بود، ولی کمی نگذشته با یاری یاوران محله کاری که میخواست پیدا کردند. خوشبختانه در تیم ما یک آموزگار صنف‌های بالایی هم هست و او توانست که برای روز در مکتبش وظیفه یاوری آموزگار را پیدا کند. امیری که در افغانستان آموزگار مکتبی میانه بود میگوید اگر او حالا در آنجا بود نمیتوانست به کارش ادامه دهد، چون طالبان درس و تحصیل زنان و دختران را منع کردند. یک گپ واضح است، مثل خانمای دیگه که فعلا در خانه شیشتن، خانه نشین شدن، مثل اونا هم من همچنان در خانه میشیشتم. مادر من معلم بود، خواهر من معلم. امیری میگوید هرچند از کوچیدنش به امریکا بسیار شاد است، یک پاره دلش همیشه به خانواده‌اش در افغانستان خواهد ماند.